مدد و یاری خواستن روافض از غیر الله متعال. از جانب حق علی ولی الله است، شورای سقیفه در مقابل جز پای علی در ابدالدهر ردی نیست. تکیه به علی کن که به جز او مددی نیست. جز پای علی در ابدالدهر ردی نیست. تکیه به علی کن که به جز او مددی نیست. مدد 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 یا فاطمه، مدد 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 یا فاطمه، مدد 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 یا فاطمه. مدد یا علی موسی الرضا، مدد یا علی موسی الرضا، مدد یا علی موسی الرضا، مدد یا علی موسی الرضا. بینندگان گرامی، مدد خواستن از غیر الله متعال در مواردی که ویژه الله متعال است و در حیطه توان انسانها نیست شرک است، چه آن انسان نبی باشد یا امام و چه زنده باشد و یا مرده. اما آخوندهای رافضی برخلاف گفتار قرآن کریم و فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدد خواستن از ائمه را جواز داده و مردم را به آن تشویق می نمایند، در حالی که الله متعال می فرماید که شما باید حاجات خود را فقط از او بخواهید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من میپرسند بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا میخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. و میفرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بیشک آنان که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی خار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد. و می فرماید أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا معبودان باطل بهترند یا ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را بخواند اجابت می کند و سختی و گرفتاری را برطرف می نماید و شما را جانشین یکدیگر در زمین می گرداند؟ آیا معبود بر حقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند میپذیرید. و ما در 5 وقت نماز به الله متعال عهد و پیمان بسته میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم.
و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند: اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که طلب می کنی فقط از الله بطلب و وقتی که مدد می جویی فقط از الله مدد بجوی. عده‌ای از این آخوندها مستقیما از ائمه مدد می طلبند و الله متعال را هیچ کاره می دانند. به این کلیپ توجه نمایید. شرکی بدتر از شرک مشرکان مکه. یه چند تا موضوع بود میخواستم بگم در رابطه با توسل کردن به اهل بیت، بله، به حضرت پیامبر. از به حضورتون شما که من خواهش دارم از ایشون که دعای توسل رو ایشون یه بار بخونن، ببینن که ما میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای که آبرومندی در نزد خدا، شفاعت کن ما را نزد خدا. بله. ما اینا رو گذاشتیم که برامون پیش از خدا طلب کنن. من چه رویی دارم به خدا بگم کار من انجام بده؟ مثلا هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن. عزیز من از خود ابوالفضل میخوام، من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خدا. ملاحظه کنید که این جناب معمم که باید راهنمای مردم به توحید و سعادت باشد، به مردم چه یاد میدهد؟ حال که پرده تقیه این جناب معمم دریده شد و حقیقت عقیده درونی او و همفکرانش آشکار گردید، مشخص شد که توسل و وسیله و شفاعت همش بهانه است. اساس فکر و عقیده اینها همین است که خود امامان مستقیما شفا میدهند و روزی میدهند. ملاحظه کنید. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. و عده دیگر از آنها این کار خود را توجیه نموده میگویند که ما ائمه را وسیله‌ای بین خود و الله متعال قرار میدهیم که این هم شرکی است که مشرکین مکه به آن مبتلا بودند. الله متعال میفرماید: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هان دین و عبادت خالص از آن الله است و آنان که دوستانی جز هو برگزیده اند میگویند ما آنان را عبادت و پرستش نمی کنیم مگر برای آنکه واسطه ما باشند و ما را به الله نزدیک کنند. بیگمان الله در میان آنان پیرامون مواردی که با هم اختلاف دارند داوری خواهد کرد. بیشک الله کسی را که دروغگو و ناسپاس باشد هدایت نمی بخشد. و می فرماید: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. و اینان غیر از الله چیزهایی را می پرستند که به آنان زیانی نمی رسانند و سودی نمی بخشند و می گویند اینها میانجیهای ما نزد الله هستند.